برای بافت کشبافت که قسمت پایین ژاکتمون هست، میایم از همین قسمتی که ما 3 تا زنجیره میزدیم در واقع سر رجمون بود، از همین قسمتی که نخ رو قطع کردیم، میام روی همون پایه‌ای که من بست زدم و ببینید نخم رو قطع کردم، دقیقاً همین قسمت من میام نخم رو وصل میکنم به این شکل. حالا اگر دوست داشتیم مثل مدل که یک مقدار من جا گذاشتم چند تا پایه که یک مقدار حالت جمع شدگی داشته باشه، میتونید هم با قلاب یک سایز کوچیک‌تر ببافید و هم یکی دو تا پایه مثلا حالا از این طرف کار تقسیم کنید، بیاین مثلا 7 تا 10 تا پایه ببافید، یه دونه پایه جا بذارید، همین شکلی که داریم کشبافت رو میبافیم. اگر با قلاب کوچیک‌تر خواستید ببافید و اگر هم خواستید باز جمع‌تر باشه، میتونید هم با قلاب کوچیک‌تر ببافید، هم که چند تا پایه، حالا بستگی داره که دیگه چقدر اون اندازه رو شما خواسته باشید، دیگه خیلی نباید زیاد جمع بشه که باز بعداً برای پوشیدنش کارتون مشکل میشه. حالا اینجا که نخ رو وصل کردم 3 تا زنجیره میزنم و ببینید اینجا گذاشتنی که دارم میگم، یعنی این پایه که اینجا دارم این رو نمیبافم، پایه بعدی رو میبافم. خب مثلا الان من اینجا 3 تا زنجیره زدم، پایه بعدی میخوام زیر ببافم، این پایه رو میخوام زیر ببافم، این رو نمیبافم، میام پایه بعدی رو زیر میبافم و باز 10 تا 15 تا حالا هر تعدادی که خواستم رو میبافم. باید این عدد تقسیم کنید توی کل کارتون، یه جوری باید قرینه باشه، پایه‌تون رو بشونید و قرینه باشه کارتون که یک طرف جمع نشه یک طرف باز باشه و بافتتون رو هم به همون صورت جا بذارید. حالا کشبافت این اولی که من 3 تا زنجیره زدم، به این پایه اول کاری ندارم، پایه دوم میخوام یک دونه پایه از زیر ببافم، میام قلابم رو به این شکل از پشت کارم به این شکل وارد میکنم، میام روی اینجا پای متوسط داشتم دیگه، میام روی پای متوسطم و از کنار پای متوسطم میام باز پشت کار و نخ میگیرم به این شکل، یک پایه بلند میبافم. حالا پایه بعدی میخوام رو ببافم، میام این پایه این قسمت هم هست که میخوام رو ببافم، پایه بعد از کشبافت زیرم، میام قلاب رو به این شکل وارد میکنم و از زیر پایه رد میکنم، یعنی باید این پایه من روی قلابم قرار بگیره و حالا میام نخ میگیرم به این شکل در میارم و پایه بلند میبافم. این اضافه نخم هم که به پشت کارم لابلای بافتم پنهان میکنم. باز ببینید بعدی رو میخوام زیر ببافم، میام قلاب رو به این شکل وارد میکنم، از روی پایم رد میکنم، ببینید از پشت یه همچین حالتی داره و حالا میبافم یک زیر یک رو. حالا من بافتم و باز میخوام این بافتم پهن‌تر باشه دیگه، کشبافتم میخوام دوباره یک رج دیگر رو باز به همین شکل من کشبافت ببافم. باید بیام چیکار کنم؟ اینجا من فرض میکنم دیگه بافتم، دور تا دور کارم رو کشبافت میبافم تا برسم به سر رجم. اینجا میام بست میزنم و باز کارم رو برمیگردونم به این شکل. اینجا که بست زدم حالا باز میخوام برگردم، میام به این شکل کارم رو برمیگردونم و هر پایه‌ای که اینجا میبینم، الان اینجا من این رو میبینم، رو میبافم، بعدی رو زیر میبینم، زیر میبافم، هر چی رو که میبینم همون رو میبافم. این آخرین پایه رو از کشبافت که برای من زیر بود بافتم. حالا اینجا رسیدم به سر رجم، این قسمت که 3 تا زنجیره داشتم به عنوان یک پایه، میام بدون اینکه هیچ زنجیره‌ای بزنم روی سومین زنجیره یک پایه بست میزنم به این شکل. این قسمت سر رج من دیگه بسته میشه و رج من تموم میشه. حالا باز میخوام رج بعد رو شروع کنم. اگر من اینجا بیام ببینید 3 تا زنجیره بزنم، یک مقدار کارم کج میشه و این حالت صافی که من در این قسمت دارم رو ندارم و کشبافتم خب خوش فرم و وای نمیسه اطرافش. پس میام چیکار میکنم؟ میام اول روی همین پایه‌ای که ببینید اینجا که اومدم بست زدم، میام دقیقاً روی همین پایه یک پایه بست میزنم و ببینید همین دیگه اینجا میشه اولین پایه من در واقع. میام روی همین بدون اینکه باز زنجیره اینجا بزنم، روی همین یک پایه کوتاه میبافم خب و 2 تا زنجیره. به جای اینکه من بیام از اول 3 تا زنجیره بزنم و باز بیام ادامه بدم، میام یک پایه کوتاه برجسته از روی همین پایم میبافم و 2 تا زنجیره میزنم و حالا دیگه بقیه کارم رو ادامه میدم. پایه بعدم از رو هست، پایه بعدم از زیر هست، به همین شکل میبافم باز تا برسم به این قسمت. ببینید الان اینجا یک پایه کوتاه 2 تا زنجیره هست، این پایم که آخری هست به زیر میبافم و میام اینجا این قسمت روی زنجیره‌ای که در اینجا دارم یک پایه بست میزنم و یک پایه کوتاه و باز ادامه کشبافتم رو به همین صورت هر اندازه‌ای که خواستم ادامه میدم، هم برای پایین لباس و هم برای لبه آستین ها این کشبافت رو میبافم. یا بیاین این کشبافت رو به جای یک زیر یک رو 2 زیر 2 رو ببافید. 2 زیر 2 رو که ببافید یک مقدار این فضاها از هم بازتر میفته. شما 2 تا زیر دارید و باز 2 تا رو که به این شکل میفته، دیگه سلیقه خودتون هست. حالا وقتی 2 طرف رو ما کامل کردیم که گفتم به همون صورت صاف میبافیم، میایم تا بالا.
حالا باید بیایم تعیین کنیم مقدار بازی یقمون رو که میخوایم بازی یقمون چه اندازه‌ای باشه. بازی یقمون رو هر اندازه‌ای به اندازه دور گردن ما در نظر میگیریم و اضافی نمیذاریم، باید کیپ باشه یقمون. به اندازه دور گردن که این قسمت رو باز گذاشتیم، ببینید از دو طرف میام. این قسمت سرشونه یک طرف کارم هست و این هم سرشونه یک طرف کارم. این رو من وصل نکردم که بهتون بگم این رو وصل کردم. از دو طرف میام و علامت میزنم مارکر که دیگه این وسط رو من به هم وصل نکنم. حالا میام اینجا رو ببینید من وصل کردم با پایه کوتاه از داخل کار. گندمی ها رو باید به هم وصل کنیم. هر دو طرف رو به این شکل. این قسمت راسته کارم هست، برمیگردونم به طرف چپه کارم که این قسمت هست. کارم رو باید برگردونم و از این قسمت من وصل کردن رو شروع کنم تا قسمتی که دیگه میخوام باز بمونه برای یقم. ببینید اینجا گوشه قسمت بالای سرشانم هست که از اینجا میام من نخ رو وصل میکنم و دو طرف رو به هم وصل میکنم تا قسمت مارکرم که میرسم برای یقم. دیگه من کات میکنم و وصل کردن ندارم. ببینید اینجا من 3 تا زنجیره داشتم برای قسمت کارم که برگشته بودم. روی همین سومین زنجیره میام گلاب رو وارد میکنم و طرف دیگه کارم هم که اینجا باز یک پایه بلند داشتم که کارم اینجا تموم شده. نخ رو به این شکل از اینجا وصل میکنم و یک زنجیره میزنم. حالا میام 2 تا گندمی ها از هر طرف پایه ها رو به هم و حالا ببینید یک زنجیره که زدیم میام. میتونید هم هر 2 تا گندمی رو بگیرید از این طرف و هم هر 2 تا گندمی رو از این طرف پای کوتاه بزنید، ولی من چون یک مقدار ضخامت پیدا میکنه و روی سرشانه میسته و زیاد دوست ندارم، من میام یک دونه از این طرف، یعنی ببینید این دونه ای که طرف خودم هست رو نه، این قسمت لوپ پشتی این رو میگیرم و طرف روبروی کارم که این پایه روبروی کارم هست، اینی که به جلوی خودم میفته نه، لوپ پشتیش رو میگیرم. در واقع 2 تا اینجا حلقه دارم و پایه کوتاه میبافم که از اون طرف کارم یه شیار میفته. اگر دوست ندارید اون شیار بیفته با نخ و سوزن به هم وصل کنید، مثل کارهای 2 میل که میایم زیگزاگی وصل میکنید میتونید به اون شکل وصل کنید. حالا دیگه باز هم اینجا سلیقه‌ای هست، پس اینجا رو به هم وصل میکنیم تا برسیم به این قسمت مارکرمون. طرف دیگه‌مون رو هم به همون شکل وصل میکنیم. حالا میخوایم آستین رو شروع کنیم و ببافیم تا اندازه قد دلخواه برای آستین. ببینید این قسمتی که ما اومدیم گفتم که نمی بافیم، 3 تا پایه جا میذاریم، یعنی در واقع یک پایه اول که مارکر روش بود و از هر طرف یک پایه که نبافتیم. حالا میایم وقتی میخوام نخ رو وصل کنم و بافت آستین رو شروع کنم، روی این پایه وسط من وصل نمی کنم، روی پایه کنار نخ رو وصل میکنم، دور میزنم و کارم رو اینجا آخرین پایه‌ام رو که زدم دیگه به پایه وسط کار ندارم، این فقط باقی میمونه که بعد ما 2 طرف آستین رو ببینید. الان من اینجا آستین رو بافتم که بهتون نشون بدم. اینجا وقتی که آستین رو ما میبافیم، اگر بیام این پایه وسط رو من بافت بزنم، یه حالت کیستی این زیر آستینم میفته، اما اگر که پایه وسط رو من نبافتم یه آستین صاف و مرتبی دارم. البته این کار من هنوز بخار نخورده. ببینید پس میام از روی پایه کنارم نخ رو وصل میکنم به این شکل و حالا باید داخل پایه بلندهایی که من دارم، پایه بلندها به شکل عمودی هست در اینجا، یعنی سر پایه من ندارم که بیام روی سر پایه من پایه بلند بزنم، باید کارم رو باز من به این شکل پایه هم رو بزنم. الان ببینید اینجا پایه بلندهای من به صورت عمودی است که من میخوام افقی کارم رو ادامه بدم. حالا بنابر ضخامت نخم، شلی و سفتی دستم، میام نوع قلابم باید من داخل این فضاها رو با پایه پر کنم. حالا نمیتونیم بگیم شما 3 تا بزنید 2 تا بزنید، چون بستگی داره نختون ضخامتش چقدر باشه، قلابتون چطوری باشه، شلی سفتی دستتون، همه تاثیر داره. پس میام اول 3 تا زنجیره میزنم اینجا که به عنوان یک پایه وسطم اینجا این پایم به این شکل هست و که دیگه میخوام بیام وارد شم به این فضاها. این قسمت هم یک پایه بلند میبافم. حالا اگر این پایم رو بیام از این روی پایم بگیرم که خب بهتر میشه که جمع تر میشه.